کلمه مدیسین به معنای دارو ریشش عربیه، ماده سینا، یعنی ماده‌ای که با فرمولاسیون ابو علی سینا به دست اومده. باید بهش آب و عسل تزریق کنیم. خب الان توی اصطلاح پزشکی مدرن به این کار میگیم انفوزیون دکستروز. بعد از 1000 سال هنوز همون پروسیجرها رو ما داریم اجرا می‌کنیم. ابن سینا اول میاد شرح حال بگیره. الانه با پروتکل‌های بیمارستانی ما هیستوری گرفتن توی چارچوب خاصیه. دقیقاً با همون روشی که ما میایم از بیمارمون شرح حال می‌گیریم، اون میره از مریض میپرسه که سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام یک کتابی رو معرفی کنم. زندانی قلعه 7000، زندگی نامه ابن سینا. خیلی سبک و جمع و جور داستان زندگیش رو روایت میکنه و از اونجایی که خودم هم دانشجوی علوم پزشکی بودم واقعا کنجکاو شدم بدونم یه پزشک مطرح اون زمان چطوری بوده. حالا میدونم هم دانشمند طب بوده، هم فلسفه، هم ریاضیات، هم خیلی زمینه‌های دیگه، ولی تمرکز این کتاب بیشتر روی طب بود. و هممون میدونیم ابن سینا نویسنده یه مجموعه بزرگی هست به نام القانون فی الطب یا کانون این مدیسین که همین الان هنوزه توی دانشگاه‌های برتر جهان تدریس میشه و از نظر علمی یه کتاب زنده است، منسوخ نشده. حتی شنیدم این کلمه مدیسین به معنای دارو ریشش عربیه، ماده سینا، یعنی ماده‌ای که با فرمولاسیون ابو علی سینا به دست اومده و یه رمان تاریخی خیلی جذاب بود. یه داستان پزشکی تاریخی جذاب بود. وقتی خوندمش کلا توصیه میکنم به همه زندگی نامه بخونن، حالا چه زندگی نامه افراد موفق چه زندگی نامه افراد کاملا عادی. چون یه چیز خوبی که زندگی نامه خوندن داره اینه که میفهمیم زندگی همیشه سخت بوده، همیشه آدما داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن با سخت‌ترین مشکلات و این یه چیز عادیه، دست از شکایت برداریم. اصلا وقتی سختی اونا رو می‌بینیم از خودمون خجالت می‌کشیم، رومون کم میشه، می‌فهمیم خیلی از غر زدنامون الکی بوده. خیلی چیزا رو باید تحمل کنیم، خیلی هزینه‌ها باید بدیم تا به چیزای خیلی بهتر برسیم. و چقدر خود ابن سینا مورد حسادت بود، مورد کینه بود، دائم آواره میشد از این شهر به اون شهر، از این بیابون به اون بیابون. وقتی داستان زندگی این افراد رو میخونیم میفهمیم که خونه دل خوردن عادیه و ما فکر میکنیم عادی نیست. تو این راه چه بسا ضربه بخوری، بهت تهمت بزنن، خبرای دروغ علیهت پخش کنن، بهت فحش بدن، مورد حسادت واقع شی، مورد کینه واقع شی، باهات در بیفتن. اینا کاملا عادیه و ما نمیدونیم. باید کلی زندگی نامه بخونیم که بفهمیم اوه خونه من رنگین تر نیست، من تافته جدا بافته نیستم، همه همینطور بودن. جدای همه اینا، این کیسای پزشکی که دونه دونه توی کتاب شرح میداد برام خیلی جالب بود، چون دقیقا همون چیزاییه که توی جزوه هامون میخونیم، توی پروتکلای بهداشتی جهانیه. و خیلی حس جالبی بود که بعد از 1000 سال هنوز همون پروسیجرها رو ما داریم اجرا میکنیم. مثلا یه جاش یه مرد مست بود، داشت راه میرفت، یهو فینت کرد افتاد و ابن سینا گفت زود باشید دستگاه حقنه منو بیارید، باید بهش آب و عسل تزریق کنیم. خب الان توی اصطلاح پزشکی مدرن به این کار میگیم انفوزیون دکستروز. براش دکستروز انفوزیون کردن. یا مثلا یه جا دیگه یه شاهزاده فکر میکنم مشکل تنفسی داشت، انسداد تنفسی داشت و ابن سینا اومد تراکه استومیش کنه. پدرش یهو وحشت کرد، گفت نمیترسی بمیره؟ اونم اومد آناتومی شریان و وریدایی گردن رو براش تشریح داد که نه نترس، اینجا رو من برش بدم هیچ اتفاقی نمیافته. و یه نی گذاشت توی تراشه یه طرف که بتونه از طریق اون نفس بکشه. مثلا توی اصطلاح علمی به این عمل میگیم تراکه استومی، ولی خب کتاب با یه تم ایرانی به تصویر کشیدتش. یا یه جا دیگه امیر اصفهان بود اگه اشتباه نکنم، بچهش به دنیا نمی اومده، یعنی حالا توی کتاب نوشته سر جنین به پهلوی مادر بود. خب توی مامایی به همچین موردی میگن پرزانتاسیون ترانسورس داره، باید سزارین بشه. ابن سینا میگه مجبوریم مثل رودابه و رستم شکم مادر رو ببریم بچه رو به دنیا بیاریم. حاکم میگه دیوانه شدی، اونا افسانه بودن. و ابن سینا میگه نه، اتفاقا امکان داره هم بتونیم جان مادر رو نجات بدیم هم جان بچه رو، ولی احتمال عفونت بعد از عمل زیاده، به اصطلاح عوارض پست اپریشن زیادی داره، ولی ما سعیمون رو میکنیم. به بیماری های روان و مسائل روانپزشکی اشاره کرده بود. حالا بعضیاشون سایکیاتریک بودن، بعضیاشون سایکوسوماتیک بودن.
یعنی اختلال در روان موجب اختلال در جسم میشه. مثلا اون جوانی که نمیتونست حرف بزنه اختلال روان داشت، کیس اعصاب روان به حساب می اومد. یا اون امیری که زخم معده داشت کیس روان تنی به حساب می اومد. خب ما توی روانشناسی بالینی میخونیم اولین جایی که تنش‌های روانی بهش آسیب وارد میکنن گوارشه. گوارش خیلی سریع در اثر اختلالات روانی به هم میریزه. ابن سینا اول میاد شرح حال بگیره. خب الانه با پروتکلای بیمارستانی ما هیستوری گرفتن توی چارچوب خاصیه که این دردی که داری لوکیشنش کجاست، الگوی تکرارش چطوریه، فاکتورهای تسکین و تشدیدش چطورن. بعد دقیقاً با همون روشی که ما میاییم از بیمارمون شرح حال میگیریم، اون میره از مریض میپرسه که الگوی دردت چطوره، کیا درد داری. اونم میگه شبا معمولا درد دارم. میپرسه روزا یعنی اصلا درد نداری؟ اونم میگه چرا، ولی معمولا شبا میاد سراغم. بعدم با علائم ملنا براش تشخیص خونریزی گوارشی فوقانی میده، یعنی خونریزی زخم معده، و میاد واسش عوارض سایکوسوماتیک رو تشریح میکنه که هیجان، استرس، عصبانیت، اینا برات حکم زهر رو داره و توی جنگ شرکت نکن، چون که موجب میشه که با یه سری هیجانات و استرس‌ها و ترس‌ها دوباره اون خونریزی عود کنه، که آخرم توی جنگ شرکت میکنه، با استرس همون جنگ خونریزی گوارشی میده، میمیره. دیگه هرچی بیشتر جلو میرفت بیشتر بغض میکردم از شدت این همه مظلومیت و غربت و بعضا حتی خیانت. و دیگه اون آخرای کتاب، اونجایی که داستان به اوجش میرسه و قهرمان داستان پرواز میکنه به آسمان ها، آخر کتاب واقعا یه لحظه برام تداعی کننده زندگی نامه‌های شهدا بود که اون اوج داستان وقتیه که قهرمان پر میکشه و میره. شاید حتی عمیق‌تر، یعنی چه بسا خون دلهایی که خورده خیلی عمیق‌تر از جراحات جنگی بوده باشن. یاد این حدیث افتادم که روز قیامت جوهر دانشمندا و خون شهدا رو با هم مقایسه میکنن. فیرجح حبر العلماء علی دم الشهدا. جوهر دانشمندا برتری پیدا میکنه نسبت به خون شهدا. و خیلی کتاب تاثیرگذاری بود. حتی به خودم گفتم اگر یه روزی قسمت شد بری همدان زیارتش کنی، تشریفاتی برخورد نکن، حالا اینم یه جا مثل بقیه جاهای توریستی که میری. با تواضع راه برو، آروم و شمرده قدم بردار. شاید درباره خیلی از شخصیت‌ها میشه گفت ما برای آن که ایران خانه خوبان شود خون دلها خوردیم. راجع به این مورد واقعا باید بگیم که ما برای اینکه جهان خانه خوبان شود خون دلها خوردیم. حالا اینایی که من تعریف کردم اسپویل نبود، چون که بخوامم نمیتونم اسپویل کنم، از بس حوادث زیادی توش اتفاق افتاده. اگر میخواین با یکی از شخصیت‌های خیلی برجسته تاریخ جهان آشنا بشین، توصیه میکنم این کتابو بخونید و واقعا لذت بردم ازش.